رو میریم سراغ تنظیم کردن هوا و گاز. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که نگاه کنید این قسمت پره‌ای که میبینید این در واقع فرمون میده به شیر گاز ما. نگاه کنید باید ما یه انحنا اینجا درست بکنیم که این قسمت کمترین حالته که رفته داخل، بعد آروم آروم بیاد تا برسه به بیشترین حالت. حالا من یواش یواش این حالت رو درست میکنم، بعد روشنش میکنیم و به نسبت به گازی که داریم بهش میدیم هوا رو بهش اضافه میکنیم تا شعله‌مون خوب بشه. خب نگاه کنید، اگه دقت کنید به تدریج گازمون رو ما زیاد کردیم. حالا اگر ما دمپر رو حرکت بدیم از روی سر شیر گاز متوجه میشیم. نگاه کنید این حالت رو دقت بکنید. من واسهتون روشن نشون بدم. خب نگاه کن شیر گاز الان بسته است. میتونم دمپر باز کن. فرمون دستی دارم میدم به دمپر که دمپر باز شه. کلا بچرخون پتانسیومتر. آره. اگر دقت کنید نگاه کنید به آرومی شیر ما داره باز میشه. الان کامل بازه. مهدی ببند. حالا کامل شیر بسته شد. حالا ما دیگ رو روشن میکنیم و نسبت به گازی که به دیگمون دادیم هواشو تنظیم میکنیم تو بهترین حالت قرار بگیره. خب دیگ رو روشن کردیم واسه تنظیم هوای. نگاه کنید ما نمه به صورت دستی به دمپر فرمان میدیم دمپر باز بشه. آقا ابراهیم بگیر آقا ابراهیم اونجا نشسته و به پتانسیومتر فرمون میده که دمپر باز بشه. ما تو حالت یک تنظیم استارت هم رو میتونیم تنظیم انجام بدیم. حالا میخوایم بریم 2 3 4 الی 10 تو باید تنظیم انجام بدیم و شعله رو بهترین حالت کنیم. خب نکنیم که قرار بخواستیم بزنم برو آدم شعله رو نگاه میکنم، من این مالی رو چرخم در واقع شعله رو کلا به شما نشون میدم. من نمیدونم واسه این شعله رو نگاه کنم. برو بالا خوبه. من شعله رو نگاه کنم.
پتانسیمتری که دمپر رو بهش فرمون میده رو به صورت دستی کم میکنه. بعد ما حالت فیلم رو ببینیم، بعد شعله رو هم بهتون نشون میدم. آن که کم رو کامل ببند. خب دوستان، این شعله کوتاه ما البته دوربین داره اینطوری نشون میده به سطح آبیه. مهدی جان زیادش کن دمپر رو، بذار بره بالا. حرکت شعله رو به سمت جلو ببینید دوستان. کامل دوستان باز شد الان دمپر. این هم تنظیم هواگاز. فقط یه نکته هست که دوستان من بهتون بگم. محمد جان دوربین رو بگید. دوستان یه نکته هست من اینجا بهتون بگم. زمانی که تنظیم دمپر انجام شد، هواگاز تنظیم شد، شما باید سنسور هوا رو دوباره تنظیم بکنید. یعنی رو خاموشش میکنید، بعد روشنش میکنید. زمانی که به 10 رسید باید ویدیو سویچ شما فرمان گرفته باشه و در لحظه آخری فرمان بده، یعنی بین 9 و 10 به شما فرمان داده باشه که ما الان ویدیو خاموش میکنیم و دوباره روشن میکنیم و
گاز خوردنش هم میتونید دقت بکنید. الان دو تا شیربندی‌ها باز کرده، جرقه زن شروع کرده به جرقه زدن. مشعل ما روشن، شمعک ما روشن شده و چشمی شعله رو میخواد ببینه که فرمان بده به شیر اصلی گازه که بازه. و ته ویدیو میخوام که آموزش دیگه بهتون بدم دوستان. ببینید الان روشن شد، همه روشن شد. دوستان دید الان کاملا روشن شد. میخوام چشمی دیگه در بیارم. زمانی که چشمی شعله رو نبینه باید دید خاموش بشه. خب من چشمی رو در بیارم، دستور خاموش بدید صادر میشه. زمانی که چشمی در اومد دید خاموش شد. بیان برنامه موتورش هم خاموش شد. پس ندیدن چشمی زمانی که شعله رو نبینه باید فرمان خاموشی رو بدید. دوستان چشمی رو میذارم سر جای خودش.